اگر سختی زندگی آدم‌ها رو ازشون بگیری در حقشون خیانت کردی. پروانه رو ببینی اون تو گیر کرده، توی این پیله گیر کرده، وای چقدر سختشه، یه تیغ بردارم یه برش بدم آروم بیاد بیرون، نمیشه، میکشیش. هر چیزی تو مسیر رشد خودشه. داداش تو، خواهر تو، دوست تو، مادر تو، همه تو مسیر رشد خودشونن. به من و تو چه ربطی داره که تغییرشون بدیم؟ شاید دقیقاً اون اعتیاد، دقیقاً اون مدیتیشن نکردن، دقیقاً اون خشم چیزیه که بهش احتیاج داره و حتما براش خوبه. به من چه ربطی داره؟ بهت میگم به تو چه ربطی داره. به تو این ربطو داره که تو یه مقداری از قدرتت به بیرونه و اون آدم رو حال تو تاثیر میذاره. برای همین میخوای تغییرش بدی. مادرها، پدرها، حواستون هست؟ بچه‌مه، بچه تو نیست. بچه خودت. بذار بره اشتباه کنه. بذار سرش به سنگ بخوره. برای همینه که آدمایی که بچه‌های خانواده‌های ثروتمندن معمولا آدمای خیلی موفقی از آب در نمیان. اگرم بیان همیشه زیر سایه پدر مادرن. بچه‌هایی که خانواده‌های معمولی ان، خانواده‌های معمولی توانمند به دنیا میان. توانمند بزرگ میشن.